تنجی هست اسماعیل؟ انگشتت رو از شکافی بگیر. برای چی؟ بگیر گفتم. انیق بگیر. میگیرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چه کار میکنی پرخر؟ طهارت میکنم استاد. اگر جناب باسقیل سرمان را کفاند به آن دنیا به طهارت نرویم میگویم. من کی را گوش میکنم عقلت خوش شودی چی کار میکنی؟ حالا هم یک صورت رو ناوخته. اشهد ان لا. چه ها میگوید؟ این صنعت کاری خیلی نازک بوده است. چگونه صنعت؟ این دیوار چی گپ است؟ با شما چی شد؟ چرا تر شده؟ برای چنگ نشدن دیوارها همراه استاد کمی آب پاشیدیم جنابی باسقی. من باشم از مهنت زیاد عرق جبین میریزم. این قسمی هست که عرق جبین را دیده می شود. قسم نانمایانش باشد دریا بر این روان است. کار را حالا سر نکرده چگونه عرق جبین؟ سر کنیم. شما بد میبینید. یک روز برای کار به جای رفتم در اونجا در عرق جبینم غرق شدم. گوش کن چرا انگوشت دوین در دیوار؟ کدام انگشت؟ انگشت من؟ بله خیریت خاطر رسان کرده جناب باسقیل. شما رو تبریک میگویم. با این سوالتون اسماعیل جواب میدیم. کن اسماعیل نوبتی تو. از وی در آنجا جناب باسقیل استاد جای شکاف کردن را با انگشتش انیق میکند. نشان میگیرد. نشان گرفته باشه شکاف کن. نمیشود شاید از آنجا یکان ناقل میگذرد. اگر شکاف کنم ترکش نشود. کم طرف راست. در دو دنیا نمیشود. طرف راست گفتم. نمیشود. جایش را یافتم. انگوش گذاشتم. اکنون حسابش را میکنم. اسماعیل با من متر حساب میلیمتریش را برارم آخر با من ده. به حال خودتان میگذارم. اگر یگان خطی زیادتی کشیده شود یا اثر پیدا شود آن قبر را میدانیم به کجا میزنم. میگیرم در تگ دومتان میزنم. فهمو خاطر نشوید. ما حل میکنیم. درو پوش. خدایا ما در درون چگونه کار در آمدیم. ما در درون چگونه ما افتادیم. اگر اجازه دهی میخواهم گریه کنم اسماعیل. اجازت میدیم استاد. مرا نیز گریانده دوستا. درونم خون ریز شد. در درونت خاک. بچه کتا میره با دنیا.